کلاه پتوک، قسمت 8. نویسنده غلامرضا کاظمی. سپیده که بالا آمد در میانه هوشیاری و بیهوشی چهره‌ای رخ نمود. پیرمردی با دستاری سپید و داسی بر دوش سایه‌اش بر من افتاد و با نگرانی که در صدایش لرز میزد پرسید: تو کی هستی؟ اینجا چه میکنی؟ از شدت درد کلمات همانند قطره‌ای آب سخت و لرزان از گلویم گذشتند. کمکم کن. و با دست به پای زخمیم اشاره کردم. لبخند تلخی بر چهره پرچین او نشست. پس وطنی هستی، تیر خوردی. و این آغاز فصلی تازه بود. پیرمرد با آن نگاه مهربان و دستان لرزانش مرا به کلبه محقر اما پر از مهرش برد. انگار که سالهاست مرا میشناسد. با مرهمی گیاهی و پارچه‌ای کهنه زخمهایم را که از چنگال اسارت و فرار به یادگار مانده بود، روزها در سکوت آن کلبه کوچک می‌گذشت. جایی که هر صبحش با زمزمه‌های آرام و دلنشین باد کویر در هم می‌آمیخت و هر شامگاهش با رقص ساقه‌های گندم بر دیوارهای گلی تصویر می‌شد. این صداها و سایه‌ها مدام با خاطرات تلخ اسارتم در هم می‌پیچید. گویی زخم‌های روحم را تازه می‌کرد. لحظاتی بود که در آن تنهایی خودم را رها و آزاد تصور می‌کردم و این خیال خوش رنگ شادمانی بر دل خسته‌ام می‌پاشید. اما این شعله امید دیری نمی‌پایید. اینکه به کجا باید بروم، مقصد کجاست و چه سرنوشتی انتظارم را می‌کشد. این سوال غم و رنج عالم را در یک جا در جانم می‌ریخت. مادرم، خواهرم اکنون کجایند؟ آیا هنوز در گپی هستند؟ نکند آن ترکمن‌های بی‌رحم آنها را هم؟ این فکر چون خنجری تیز دل مرا می‌خراشید و نفسم را تنگ می‌کرد. با این افکار زهراگین شادی و آن شعله کمفروغ آزادی که تازه در وجودم جان گرفته بود کاملا خاموش شد. دردی سنگین و جانکاه تمام وجودم را پر کرده بود. توان تصمیم گیری نداشتم. راه را نمی‌دانستم. اشک‌هایی که در تمام مدت اسارتم در چشمانم خشکیده بودند اکنون چون چشمه جوشان بر گونه‌هایم سرازیر شدند و بستر خشک صورت مرا تر کردند. آن روز وقتی پیرمرد مهربان میرزا با صاروخی پر از نان و داغ و کوزه‌ای خنک از آب که گویی هر دو را با دستان خود از دل خاک و چشمه برآورده بود به کلبه آمد. حال پریشان مرا دید. با لحنی پر از دلسوزی پرسید: چی شده محمد؟ پات درد گرفته؟ با بغضی که راه نفسم را بسته بود گفتم: نه میرزا، دلم گرفته. و قصه مادرم و خواهرم را برایش تعریف کردم. قصه سالهایی که نمیدانستم چند سال از آخرین دیدارمان گذشته است. او از من پرسید: چند سال ترکمنستان بودی؟ جوابی نداشتم. در آن روزهای پر از بیم و امید اصلا معنی روز و ماه را نمیدانستم. زمان برایم ایستاده بود. این داستان ادامه دارد.